سلام. در هفته‌های آخر سال 1401 با مقوله پیچیده و مرموزی مواجه شدیم به اسم مسمومیت دانش آموزان. چیزی که این قضیه رو پیچیده تر کرد واکنش‌های مرموز نظام آخوندی بود و همچنین سابقه این رژیم در برخورد با اقدامات مشابه. آخه اینقدر ما توی این نظام اقدامات جنایتکارانه عمدی دیدیم که به عقل شیطان هم نمیرسه که عوامل این رژیم جنایت‌هایی رو انجام دادند، بعد خودشون محکومش کردند، بعد براش عزاداری هم کردند و دست آخر انداختن به گردن دشمنان نظام، که ما مردم ایران دیگه حق داریم شک کنیم که این بار هم داره همون سناریو تکرار میشه. حالا اینو داشته باشید تا هر دو ماجرا رو پیگیری کنیم، هم واکنش‌های نظام و هم سوابق نظام، تا بعد ببینیم که شما چه نتیجه‌ای میگیرید. اول بریم سراغ روایت‌های مختلف حکومتی راجع به این ماجرا. یکی از خطوط تبلیغاتی نظام که قضیه رو خیلی مشکوک میکنه، تلاش تمام بلندگوهای نظام برای جا انداختن تئوری هیچی نیست بود. یعنی از یه طرف تو شبکه اجتماعی پر شده بود از تصاویر دختران دانش آموزی که توی بیمارستان، کف خیابون، توی آمبولانس افتادن، و از طرفی توی تلویزیون رژیم تلاش فوق‌العاده‌ای انجام میشد که ثابت کنه هیچ اتفاق جدی رخ نداده. که اولا درصد بالایی از آنچه که تحت عنوان عارضه برای فرزندان عزیز اون مطرح شده بود، خب حجم زیادش، درصد بالایش نزدیک بالای 90% مربوط به عوامل ناشی از عوامل خارجی نبود و بیشتر استرس‌ها و اضطراب‌ها و نگرانی‌هایی بوده که به هر حال بر اثر طرح این موضوع پیش آمده بود. یعنی آقا 90%ش هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا هیچ عاملی وجود نداشته، فقط چون دانش آموزا نگران بودن و اضطراب داشتن پیش اومده. حالا چه موضوعی پیش اومده؟ دخترای دانش آموز بوی بد رو حس کردن، بیهوش شدن، بستری شدن. اینو که خودتونم پخش کردید. یه بوی خیلی بدی اومد و از سرگیجه گرفتم، همونجا افتادم روی زمین. بوی خیلی بد بود، مثل نعنای خیلی تند. ما مثلا کلاس بغلیمون بود این اتفاق. خود معلمم اومد پایین گفت من دیگه حالم بده، سرم گیج میره، که اونو ما فرستادیم رفت خونه. 5 نفر دقیقاً حالشون بد شد. حدود 12 نفر از مدرسه ما بودن. 2-3 نفرشون تو آمبولانس دیگه سرپای اینا مداوا کردن رفتن. ولی 10 نفر رفتن بیمارستان. بله تقریبا. بعد که از بیمارستانا گفتم بابا این دانش آموزا واقعا علائم مسمومیت دارن، به لحاظ پزشکی این وضعیت نرمال نیست، یه تئوری دیگه هم در آوردن به اسم هیستری جمعی. یعنی اینکه وقتی یه خبری خیلی داغ بشه، ملت از شنیدن اخبار نگران کننده حالت تهوع میگیرن، تب میکنن و خلاصه با شنیدن خبر به لحاظ جسمی مسموم میشن. ایمیجینری، چه ساختگی باشه، خب در یک محیط جمعی که به واسطه شایعه و ترساندن همدیگه اتفاق میفته. مثلا من الان بیام یک شایعه به وجود بیارم در تهران که آقا تهران امشب قراره که زلزله بشه، خب 8 ریشتر هم هست، همه میلیون ها نفر توش کشته خواهند شد و این شایعه همینجوری بچرخه و این باعث میشه که ترس و اضطراب منتقل شه. حالا اگر قبلش هم به مدت چند هفته، چند ماه برنامه‌هایی درباره زلزله توی ترکیه، تو سوریه، این که چجوری آدما زیر زمین میمونن، چطوری میمیرن و غیره داشته باشیم و این یک بک‌گراند ذهنی به ما بده، این شایعه از تاکسی و از شبکه اجتماعی که شروع شه باعث یک دومینویی از وحشت میشه و این به سیستم عصبی تک تک افراد وارد میشه و اونها رو دچار فلج روانی میکنه، دچار هیستری ممکنه بکنه اینها، تا اینکه نه آدم‌ها کارهای عجیبی کنن و دچار جنون میشن و جیغ بزنن و دیگه اصلا هیچ کاری نتونن بکنن و از اونم بیشتر میتونه باشه، میتونن این باعث احساس تهوع بشه، باعث احساس دلدرد، سرگیجه، اسهال یا احساس فلج‌های موضعی بشه. یعنی به گفته این بسیجی لندن نشین اصلا هیچ پایه واقعی نداره داستان، همش ذهنیه. چون توی فضای مجازی این خبر چرخیده، دانش آموزی که این خبر رو میخونه استرس میگیره که ممکنه تو مدرسه ما هم این اتفاق بیفته، بعد این شایعه نفوذ میکنه تو اعصابش و بعد حالت تهوع میگیره و راهی بیمارستان میشه. ولی اصلا هیچ گازی در کار نیستا. یک کارشناس دیگه هم آوردن که اونم گفت اصلا اون مدرسه‌ای که زنگ زده آمبولانس بیاد اون اشتباه کرده
وقتی هیچ اتفاقی نیفتاده چرا آمبولانس رو صدا میکنی؟ نشون میده که آموزش یه رکن اساسیه. ما تو این حادثه فهمیدیم هم دانش آموزان نمیدونن، هم معلمین نمیدونن یه حادثه ای رخ داد چجوری مدیریت کنن، هم ما توی علم شیمیایی یک علمی داریم به اسم تریاژ، یعنی چه کسی باید از تو صحنه برداری بیای بیمارستان، کسی که حالش خوبه رو نیارش اصلا. خود این باعث میشه بیماری توش تثبیت بشه و دیگه وقتی سرم بهش وصل کردی خودشو بیمار تلقی میکنه. یه دو تام علائم قلب و اینا رو که دید چند تا از سیما وصل کردی اصلا اضطراب هم نداشته باشه حالش درسته. چون اون آشنا به این علم نیست. همین آمبولانسی که آژیر میکشه میره در یه مدرسه کافیه که شما والدین اون باشی و ببین چه حالی بهتون دست میده، تا وقتی که به هر حال هر چی گفت ما سوار آمبولانسش کنیم بیام تو بیمارستان، تختای بیمارستان اشغال کنیم. پس مشکل تو آمبولانس هاست که رفتن بچه‌هایی که سالم بودن رو بردن بیمارستان. بچه بیهوش شده ولش کن کف حیاط مدرسه، بذار آفتاب بخوره خودش بلند میشه. برش میبری بیمارستان، 2 تا بزن تو گوشش بگو بلند شو. حرفش اینه. بعد تو همین خط تبلیغاتی بحث رو اونقدر جلو بردن گفتن اصلا خوب شد که این اتفاق افتاد. بچه‌هامون آگاه شدن به خطرات فضای مجازی چون فهمیدن از خوندن استوری و پست ممکنه دل درد بگیرن و راهی بیمارستان بشن. مخاطب اصلی این برنامه، این جریان و این مسئولیت دانش آموزای ما بودن دهه 80 و 90 و همین مخاطب‌ها الان تو فضای مجازی فعالن. بزرگترین دستاوردی که شاید این اتفاق تلخ تا به امروز برای ما داشته این بوده که این دانش آموزان الان دقیقاً متوجه هستند و مواجه شدن با آسیب‌هایی که توسط فضای خارجی، توسط معاندین جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و داره هی پمپاژ میشه داخل جو سیاسی. با هوشترین نسل ما که همین نوجوانای دهه 80 و 90 هستن درس خیلی بزرگی از این مسئله گرفتن و مطمئنا برای ما ان شاءالله در آینده دستاورد خواهد داشت. به قول سردار عزیزمون حاج قاسم، فرصتی که در بحران ها وجود داره خیلی وقتا در خود فرصت ها نیست و خب قاعدتا این برای ما فرصت سازی بزرگی کرده. دیگه از قاسم کترت هم کد آورد که بله این قضیه فرصت سازی کرد برای ما که جوونا از آسیب هایی که فضای مجازی بهشون میزنه آگاه شدند. پس یعنی نه تنها هیچ مشکلی نداشته بلکه تأثیرات مثبت هم داشته. حالا در همین باب تأثیرات مثبت دیگه انواع فواید این پروژه رو کشف کردن. مثلا یکی دیگه شون اومد یک کشف مستعانی کرد و گفت ما اصلاً تا به حال در مورد مقابله با آسیب‌های شیمیایی کمبود داشتیم که این جریان خودش یک تمرینی شد که یاد بگیرن در مقابله چنین حوادثی چطوری برخورد کنن. اولیای مدرسه در رابطه با زلزله و آتش سوزی و اینها مانورهای مختلفی انجام دادن اما در این موضوع تمرین نداشتن. این یک تمرین شد برای اولیای مدرسه. خب همین اتفاق افتاد. خب این آموزش هایی که حتی امروز آقای وزیر آموزش پرورش پروتکلی رو برای تمام مدیران مدارس و مناطق آموزش پرورش ابلاغ کردن که چه کارهایی انجام بشه، چه مراقبت‌هایی صورت بگیره. پس هر کی این کارو کرده دستش درد نکنه. الان چیزی هم بدهکار شدیم. چون بچه‌ها به خاطر این جریان یه ریل آموزشی هم رفتن، هم تئوری هم عملی. احتمالاً یه صورت حساب فردا میفرستم برای والدین که پول این آموزش هم بدید. پس این از دستاوردهای این جریان. یه خط تبلیغاتی دیگه هم در باب علت این ماجرا مینیمیزی کردن قضیه و تقلیل دادنش به یک سری ماجراهای اتفاقی بود. چون از همون ابتدا سوال ملت این بود که چه کسی پشت این ماجراست و بالاخره اینا عمدیه یا عمدی نیست و چرا داره این اتفاق میفته، که تلویزیون رژیم در این رابطه سنگ تموم گذاشت و کلکسیونی از تئوری‌های اتفاقی رو هر روز روی آنتن می‌برد. ملارد هم گفته شده که استشمام گاز ناشی از سموم مزارع کشاورزی که در کنار مدرسه بوده باعث مسمومیت دانش آموزان و اعزام اونها به مرکز درمانی شده. فقط سوال، این مدرسه رو تازه کنار مزرعه کشاورزی ساختن؟ تو سالهای قبل چرا این اتفاق نیفتاد؟ یه دفعه تو همین ماهای آخر سال سمش گل کرده و بو داده که بچه‌ها مسموم شدن؟ یا اینکه سمش تایمر داشته آخر سال عمل کرده ها؟
مثلا توی شاهینشهر اصفهان اعلام شد که یکی از دانش آموزان با خودش اسپری فلفل در کیفش داشته استفاده کرده و باعث مسمومیت خودش و همکلاسیاش شده. مهم اینه که کار عوامل نظام نبوده. دیگه شما دستت بازه هر سناریویی بگی برای دربردن نظام. حالا اینکه چرا یک دانش آموز با خودش گاز فلفل ببره مدرسه که هم خودش و هم همکلاسیاش رو راهی بیمارستان کنه، دیگه این نیاز به پاسخ نداره، چون این چیزیه که فقط به عقل این سناریست‌های تلویزیون آخوندی میرسه. اونطور که گفته شده توی یکی از مدارس تهران هم ظاهراً مسمومیت به خاطر خوردن شکلاتی بوده که خب تاریخ گذشته بوده. آهان، پس اصلا گازی در کار نبوده ها، بلکه یک شکلات فوق‌العاده مسموم بوده که یکی اومده اون رو تقسیم کرده تو کل مدرسه، به هر کسی یه تیکه‌شو داده. بعد هم به طور کاملا اتفاقی خوردن این شکلات دقیقاً تو همین ایام همزمان شده با باقی غذایا. بعد اینکه توی این شکلات چی داشته که بچه‌ها رو به بیمارستان کشوندم دارن روش تحقیق میکنن. حالا این یه مدرسه، اون 300 تا مدرسه دیگه چی شد؟ و در فضای مجازی اصطلاح جدید رو ما بهش برخوردیم به اسم بمب بدبو. در مواردی بچه‌ها با استفاده از اون باعث حالا بیشتر تلقی مسمومیت شده بودن. ماجراش خانم درزی حالا یه حالت یه بادکنکی بوده که حالا یه بویی ازش بیرون می اومده که باعث می‌شد که مثلا دانش آموزا سرفه بکنن و اینا، که حالا در واقع جوری بوده که انگار تلقی مسمومیت می‌شده. امان از دست این بچه‌ها. در همه حالات مقصر خود بچه‌ها بودن. حالا یا با اسپری فلفل یا با شکلات یا با بادکنک گاز سمی بار میزنن میبرن مدرسه‌شون. حالا کدوم دانش آموزی با بادکنک سمی در دست میره مدرسه، راهش میره تو مدرسه بمانن؟ خانم معلم من یه بادکنک آوردم، اگر نمره ندی ولش میکنم. بعد دیپ کرد و بخشدار مشکین دشت هم گفت که شیطنت دانش آموزا بوده به خاطر اینکه می‌خواستن مدرسه رو تعطیل کنن. آقا اصلا قضیه شوخی بوده. بچه‌ها می‌خواستن مدرسه رو تعطیل کنن. یکی گفته آی دلم، بقیه هم گفتن ما هم دلمون درد میگیره و داد و بیداد، بعد فیتیل مدرسه تعطیله. پس اصلا نه گازی بوده، نه فلفلی، نه شکلاتی، فقط شیطنت بوده. فقط باز میمونیم که چطور اینطور هماهنگ همه مدارس با هم شیطنتشون گرفت. امان از دست این بچه‌های شیطون. سناریو سازان فرضیه اتفاقی بودن ماجرا بعضن یک عامل اصلی هم پیدا می‌کردن که هر طور شده می‌خواستن بار تمام ماجرا رو بندازن به گردنش. دانش آموزان مدرسه دخترانه خیام در شهر پردیس دچار مسمومیت شدند. در کنار من عامل اصلی این حادثه ناگوار ایستاده. کارتون چیه شما؟ راننده هستم. راننده تانکر. و در پردیس چی کار می‌کنی؟ یکی از آشناها رو آوردم رسوندم، شب موندگار شدم اینجا. خودروتو کجا پارک کردی؟ من راست اون آپارتمان پشت مدرسه است. و بار خودرو چی بود؟ بار نفتا بوده، خالی کرده بودم. میدونستی که سمیه یا خیر؟ سمیشو نمیدونستم ولی خطرناکه. و این در تانکر رو که باز کردی برای چی باز کردی؟ برای تخلیه باید باز کنیم دیگه. ما خبر شدی که چقدر از دختران عزیزمون در این مدرسه مسموم شدن؟ بله. برای این بی احتیاطی که شما انجام دادی؟ بله. در این مورد هم باز کاملا اتفاقی یه تانکر درش باز مونده، بعد از بعد حادثه پشت مدرسه پارک کرده. حالا کاری نداریم که چرا گازش اینقدر هوشمند عمل کرده و فقط دانش آموزا رو هدف قرار داده، چون توی اون منطقه کلی ساختمون دیگه هم بوده ولی گازه با اونا کار نداشته، فقط رفته سراغ مدرسه. پس نتیجه میگیریم که هیچ کس هیچ قصد بدی نداشته، فقط شما باید همه جا یه همچین تانکری چیزی کنار مدرسه پیدا کنید. مثل این مورد که دیگه در احمقانه بودن سقف زده. یکی از ساکنان کوچه پرنیان در جنب شهرداری املش صبح امروز یک بطری حاوی سم آفتکش دیازنون که تاریخ مصرف گذشته و مربوط به شالیزارش بود رو به همراه زباله خانگی در کنار کوچهشون قرار میده. بطری تقریبا پر سم نوشته بود پشتش حشره کش. من اون رو برداشتم گفتم این دیگه چند سال اینجا مونده بریزم دور. پاکبان شهرداری املش هم ساعت 8 صبح امروز برای تفکیک زباله بطری رو برمی‌داره و سم داخل بطری رو در سطح کوچه خالی میکنه. سم ریخته شده در خیابان بر اثر گرمای هوا بخار و در فضای منطقه پخش میشه و هوا رو آلوده میکنه.
این آلودگی هوا به 2 مدرسه جنب این کوچه میرسه و مدیران مدرسه به دلیل آلودگی هوا با هماهنگی آموزش و پرورش اقدام به بستن این 2 مدرسه میکنن. با اطلاع اولیا تعطیل کردم. چند دانش آموز از روی کنجکاوی به محل آلودگی رفته و پس از استشمام گاز دچار سوزش در مجاری تنفسی شدند. دیدی چی شد؟ تو این مورد مشخص مقصر هیچکی نیست. خانم که داشته خونه تکونی میکرده بطری سم رو گذاشته بیرون، پاکبانم اومده بطری رو تفکیک کنه، محتواش ریخته رو زمین. ولی این باد بود که گاز رو برداشت برد تو مدرسه. خب بادم که دیگه نمیشه کاریش کرد. پس مقصر اصلی باز خود بچه‌ها بودن که رفتن روی اون محل تجمع کردن، گاز گرفتشون. خودتون خندتون نمیگیره از این سناریو؟ آخه باد سم رو برد مدرسه، اونا هم مدرسه تعطیلی شد، همه جا رو ول کردن، یه راست رفتن رو اون محل نفس عمیق کشیدن. آخه اینم شد سناریو؟ پس تا اینجا هیچ عمدی در کار نبوده و همه چی همجور اتفاقی رخ داده. ولی عجیبه که چطور همه این رخدادهای اتفاقی توی یک بازه زمانی مشخص پشت سر هم و به طور گسترده رخ میده. مثل این میمونه که یکی پشت سر هم جفشیش بیاره. ولی اتفاقیه. از اونجایی که این سناریوها رو کسی باور نمی کرد و هر کار می کردند انگشت اشاره می رفت سمت خودشون، یه راهکار تبلیغاتی دیگه سمزدایی از این مسمومیت ها بود که یعنی اصلا سمی در کار نبوده. بله، فقط یک محرکی بوده، یعنی یه چیزی مثل پیازداغ، ترشیلیته و اینا. بالاخره خوشبختانه تا این لحظه وجود مواد سمی و خطرناک در هیچ یک از دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز درمانی یافت نشده. کمتر از 5% مراجعان مواد محرک در آزمایششون یافت شده. یعنی توی این روایت از ماجرا کلاً یادشون میره که قبلا بحث تانکر نفتا و اسپری فلفل و سم کشاورزی و حشره‌کش و اینا کرده بودن. اینجا فقط متمرکز اینه که هر چی بوده ولی سم نبوده. از همون روز ابتدا مشخص بود که ما با یک محرک طرفیم که باعث تحریک به هر حال تنفس دانش آموزان میشه. فقط این چیزی که اینا فهمیده بودن رو هماهنگ نکرده بودن با اون بخشای قبلی که بحث سم کشاورزی و تانکر نفت و اینا رو میکردن. ولی اینا میدونستن که سمی در کار نیست. بنابراین الان در این که ماده از جنس محرک بوده، ماده خطرناک سمی نبوده، موضوع قطعی است. فقط میتونیم بگیم محرک بوده و سمی نبوده. بنابراین اطلاق مسمومیت هم اطلاق درستی نیست، اطلاق محرک درسته. با یک قطعیتی هم صحبت میکنه که انگار معلوم خودش دستش توی کار بوده. یعنی داره میگه ما میدونیم چی استفاده کردیم، همینی که من میگم محرک بوده آقا، سم نبوده. چون این بابا خودش توی دولت رئیسی جلاده، این دستش تو کار، کامل به پروژه مسلطه که اینجوری صحبت میکنه. در ادامه حتی به جایی میرسن که اگر هم ماده‌ای استفاده شده یه ماده سفید کننده مثل وایتکس بوده و اصلاً سمی در کار نبوده. بعضی از مواقع مدیران مدرسه اومدن از ترسشون از وایتکس استفاده کردن برای ضد عفونی کلاس. بعدم با فاصله کمی بچه‌ها رفتن تو کلاس. تو چند تا مدرسه این اتفاق افتاد. بنده خدا اومدن زحمتی بکشن که نگرانی کمتر بشه، خودشون بر نگرانی اضافه کردن. ناخواسته تشدید شده. بعد از اونجایی که تا روز 14 اسفند این ماجرا رو به گسترش بود و به چندین شهر و صدها مدرسه کشور گسترش پیدا کرده بود، همه ناظران انگشت می‌داشتن روی این نکته که این حرکت سازمان یافته است و هیچ نیروی سازمان یافته‌ای در ایران بجز ارگان‌های حکومتی توان انجام چنین عملیات گسترده‌ای رو نداره. بنابراین تلویزیون رژیم یکی رو آورد که ثابت کنه این قضیه سازمان یافته هم نبوده تا مبادا انگشت به سمت سپاه و بسیج بره. و یک ماده مشترک نبود تو همه مدرسه. اصلاً، یعنی حتی تو 2 تا مدرسه یک ماده مشخص نشد. کامل متفاوت بود. یعنی میخواید نتیجه بگیرید که نظاممند نبود. اصلاً نظاممند نبود. و مشخص شد که بحث واقعا بحث نظاممند هماهنگ شده اینها نیستش. پس تا اینجای ماجرا هدف روایت‌های حکومتی سردرگم کردن ملت، دامن زدن به ابهامات حول این ماجرا برای خاموش کردن اعتراضات بود، طوری که
صدای برخی از مهره‌های خودشون هم در اومد. همین قصه که در قم واقع شده همه شما مبتلا هستید دیگه. این دخترهای مدارس، دانش آموز که دبیرستان، حتی دبستان، خب بابا چند جور حرف زده شده. دادستان کل میگه این احتمال عمدی بودن داره، رسیدگی بکنید. نماینده مجلس میگه این بزرگدمایی شده. یکی میگه همه اینا که بیمارستان رفتن بیماری جنبی داشتن، همه مریض قلبی بودن همشون. یکی دیگه میگه نه حرف نزنید، این مسئله امنیتیه. یعنی چه؟ شما میخواید حرف بزنید یا شما رو به خدا این دهان رو ببندید، حرف نزنید. هیچی حرف میزنید، این حرفای متفاوت شما بی‌اعتمادی رو بیشتر میکنه. در عمل اما این پروژه مسمومیت دانش آموزان و ابهام ایجاد کردن همزمان حول اون که به نظر میاد هدفش زمینگیر کردن مردم و نهادینه کردن ترس و نگرانی در جامعه بود، در عمل ناکام موند و مردم و خانواده‌های دانش آموزان در شهرهای مختلف اتفاقاً به خیابون اومدن و تجمعاتی رو با شعارهای ضد نظام شکل دادن. اسید پاشی مسمومیت هر دو یک جنایت. بچه هامون بکشن به جاشا خون گذاشتن. آی نشسته ها. توی شبکه‌های اجتماعی هم ملت برای روز 16 اسفند فراخوان به یک تجمع سراسری دادن که آقا دیگه اینجوری نمیشه، باید به این قضیه اعتراض جدی کرد. اینجا بود که یک دفعه خامنه‌ای که دید اوضاع داره از دست خارج میشه، روز 15 اسفند بیل به دست جوفا پرید تو باغ و روایت رو 180 درجه چرخون اونوری. من یک اشاره هم میخوام بکنم به این مسئله رایج این روزها که مسئله گفته میشه مسمومیت دانش آموزان. من میخوام تأکید کنم که این مسئله رو به جد باید تعقیب کنن. مسئله مهمی است. اگر واقعا دستهایی در کار باشه و افرادی، گروههایی در این زمینه دخالت داشته باشن، این جنایت بزرگ و غیر قابل اغماضی است. اگر کسانی تو این کار دست دارن که لابد دست دارن، کسانی بایستی دستگاه‌های مسئول، دستگاه‌های اطلاعاتی، دستگاه‌های انتظامی دنبال کنن و سر رشته این جنایت رو پیدا کنن، هم عاملین رو هم مسببین رو، و اینها بایستی به اشد مجازات محکوم بشن. چی شد؟ مسمومیت؟ جنایت بزرگ از کجا اومد؟ تا حالا که بحث شکلات و شیطنت و بادکنک بود، یهو رسیدیم به اشد مجازات؟ شما صرف صد رو چجوری طی میکنید؟ لامبورگینی هم این قصه شتاب نمیگیره. این از اون جاهایی که مجری تلویزیونشون هم قاطی میکنه. مهمانان این برنامه راجع به مسمومیت دانش آموزان روایت‌های مختلفی وجود داره. متخصصان، من که گیج شدم نفهمیدم، متخصصان ببینن که چی هست، اگر هست یا اگر نیست، اگر هست ببینن که چه موضوعی هست. البته هر کسی که تبلیغات رژیم رو دنبال کرده بود حق داشت که اینجا قاطی کنه. آخه تا قبلش شما چند هفته داشتی میگفتی که همه چی اتفاقی بوده، تانکر اشتباه پارک کرد، باد سم رو برد سمت مدرسه و اینا. بعد یهو شد جنایت بزرگ غیر قابل اغماض. از اینجا ظاهرا به دستور خامنه‌ای یک خط تبلیغاتی جدید راه میفته که رنگ و بوی امنیتی به ماجرا بده. بلافاصله وزارت کشورشون یک بیانیه میده که آره ما زدیم و یه تعدادی رو که تو این ماجرا دست داشتن گرفتیم که اصلی ترین ویژگیشون هم اینه که توی اغتشاشات نقش داشتند. در بیانیه وزارت کشور آمده تعدادی از افرادی که به تهیه مواد تحریک کننده و انتشار آن در بین دانش آموزان عزیز اقدام کرده بودند که به بروز عوارض و ناراحتی آنها منجر شده است، شناسایی و دستگیر شدند. به گفته نیروهای امنیتی 3 نفر از این افراد در ناآرامی‌های چند ماه گذشته به سبب اقدامات خرابکارانه دستگیر شده بودند. بزن دیگه بابا میفکر. بله، از اینجا خط جدید تبلیغاتیشون وارد دستور کار شد. یعنی به جای اینکه تا به حال تلاش می‌کردن نظام رو از زیر تیغ در ببرن، با یک پرش کانگورویی فرار به جلو کردند و تلاش کردن همه چیز رو به گردن دشمنای نظام بندازند. و برای جا انداختن این سناریوی جدید بهترین وسیله چیه؟ اعتراف اجباری. این فرد که از کارکنان بیمارستان لار بود به همراه دخترش و همکلاسی‌های او
اقدام به تهیه گاز سمی برای بدحال کردن دانش آموزان می‌کردند. این وسط یکی از مشکلات نظام اینه که بالاخره نتونستن خودشون رو تعیین تکلیف کنن که این گاز سمی هست یا نیست. چون تا وقتی که میخواستن نظام رو در ببرن اصرار میکردن که این گازها مطلقاً سمی نیست و فقط یک محرک بی خطره. اما الان که میخوام بگن دشمنای نظام رو گرفتیم، ماده دوباره شد گاز سمی. زنگ به عرفانه زدم که حالا ببینم میتونه گازا رو اوکی کنه یا نه. عرفانه دوستمه. بعدش گفت که اوکیش میکنن، فردا صبح بیا بالا. زنگ زدم به علیرضا، گفتم که رفیقم میگه میتونی واسم گاز پیدا کنی. بعد نیم ساعت 1 ساعت گذشت، بعد زنگ زد گفت که رفیقم پیدا کرده. ساعت 6:30 روز دوشنبه با بابام رفتیم گازا رو برداشتیم. بعد از تهیه گاز این دانش آموزان با همراهی پدر یکی از آنها بچه‌های 7 مدرسه رو در شهر لار بدحال می‌کنند. گازها توی بسته 9 تایی بود، سبز و طوسی بود، فتیله داشت. بعد فتیله رو آتیش می‌زدیم و اینجوری پرتش می‌کردیم تو مدرسه. از پشت مدرسه، از دیوار پشتی مدرسه مینداختیم داخل حیاط. وقتی تموم شه فتیلش دود میکرد، ولی کلا گاز بیرنگ بود وقتی که مینداختیم داخل مدرسه. حیف واژه فیک نیوز، این دیگه رسما جفنگ نیوزه. چون تعداد مدارسی که این اتفاق توش افتاده زیاده، میخواد توی این سناریو 10 تا رو وصل کنه به همین تیم. یعنی تو باید فرض کنی که گازهایی که دوست علیرضا داده به علیرضا، علیرضا داده به عرفانه، عرفانه داده به این دختره رو بار زدن تو ماشین باباش. بعد تو روز روشن از این مدرسه به اون مدرسه میرن، فتیله رو روشن میکنن، میندازن تو مدرسه، برو بعدی. هیچ کس و هیچ دوربینی هم تا به حال این صحنه رو ندیده بود. چون تا به حال میگفتن که ما نمیدونیم کیه دیگه ها. یعنی توی این 3 ماه تو در نظر بگیر که هر روز این دختره و باباش داشتن گاز میزدن توی مدارس، ولی کسی ندیده بود. ولی حالا که خودش گفت آها آره اینا بودن مثل این که. بعد از همه مسخره تر، گاز آخه فتیله داشت که تو آتیش میزدی؟ برای چی فتیله داشت؟ مگه قرار بود منفجر بشه؟ بعد خود گاز تو چی بود؟ گاز که رو هوا نیست، بالاخره توی یه کپسولی، لوله‌ای، یه چیزی. چرا اثری از اون کپسول یا بطری تا به حال پیدا نمی‌کردید؟ گازش بیرنگ بود، کپسولش هم نامرئی بود. آخه چون تا روز قبلش که خبرنگارتون توی مدرسه ها میرفت، هیچ کس اثری از کپسول گاز و انفجار و اینا ندیده بود یا قرار نبود ببینه ها. بعد 3 ماه شما دارید میگید که ما تو آزمایشگاهامون هنوز در نیاوردیم که گازش چیه، سمی، محرک چیه. خب چرا الان خود اون کپسول رو نشون نمیدی که معلوم بشه اصلا سمی یا سمی نیست، ببینیم گازش چیه. حالا قسمت مضحک‌تر ماجرا اینه که چرا این کار رو میکردن. بعد از بدحال شدن دانش آموزان برای شبکه‌های بیگانه فیلم تهیه می‌کردند. فیلم می‌گرفتید از بیمارستان؟ چه فیلم می‌گرفتید؟ بیمارستان که من کارمند بیمارستان هستم. من موقعی که بچه‌ها پیاده می‌کردن از چیزا پیاده می‌کردن، از مثلا ماشین آمبولانس پیاده می‌کردن، خودم بیمارستان بودم. یه پیج ادیت داشتم، تو اون گذاشتم با یه آهنگ، بعد با پیج اصلیمونو استوری کردم. وای چه دلیل قانع کننده ای. آخه لامصب چه دلیلی داره که این بره فیلم دانش آموزا رو بگیره وقتی رسانه‌های خود نظام دارن 24 ساعته فیلم دانش آموزای مسموم رو پخش میکنن، باهاشون مصاحبه میکنن؟ مگه اینکه بگی جرمشون اینه که میخواستن با صدا و سیما رقابت خبری کنن؟ شاید از این لحاظ آره. آخه فیلم دانش آموزای مسموم بدحال که موضوع پنهانی نیست، خود نظام داره بهش دامن میزنه با فیلم‌های با کیفیت بالا، دست اول فیلم از نزدیک. برای چی یکی باید بره یواشکی از این داستان فیلم بگیره؟ اما در نهایت این افراد یک هدف مشترک داشتند. مردم نسبت به نظام بدبین شن. بگه مثلا این گازایی که میزنه کار نظامه. آره. دیدی چی شد؟ ما تا به حال فکر میکردیم کار نظامه، ولی معلوم شد که کار دوستای عرفانه و باباش بوده. هر روز صبح از شمال راه میافتادن تا بندرعباس، همینجوری تون تون فتیله آتیش میزدن مینداختن تو مدارس. کار اینا بوده. پس آخه نظام چقدر بهش اتهام زدن توی این مدت. دیگه وقاحت پیش اینا معنی خودشو از دست داده. دیگه از اینجا به بعد کلا روایت میچرخه روی این محور که هر طور شده این ماجرا رو بندازیم به گردن دشمنای نظام. وزارت اطلاعات میاد، رئیسی میاد، امام جمعه ها میان،
همه میان به صحنه و در یک کور جدید هماهنگ شروع میکنن به جا انداختن این دروغ که کار دشمنای نظامه. اما اینکه سرنوشت این روایت جدید چی شد رو میذاریم در برنامه بعد مفصل میپردازیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار تا برنامه بعد.